سینای بزرگی داری، نمیدونی چه لباس عروسی انتخاب بکنی، بیا تا بهت بگم. یقه 7 باعث کشیده تر شدن بالاتنه و ایجاد تعادل بین شانه و سینه میشه. یقه های قلبی به خاطر فرم گرد و ملایمی که دارن زیبایی سینه رو بدون اینکه حجیم‌تر نشونش بدن حفظ میکنن. یقه قایقی یا اسکوپ هم میتونه برای این افراد مناسب باشه. این مدل یقه پوشش بیشتری رو ارائه میده و توجه رو به استخوان ترقوه جذب میکنه که واقعا استخوان جذابیه تو بدن خانوما. بهترین دامنهایی که این افراد میتونن استفاده بکنن دامنهایی که متعادل باشن، مثل دامن ایلاین یا دامن مدل ماهی و همینطور دامنهایی که حالت پفدار و پرنسسی دارن. اما باید حواسمون باشه که پف زیاد نباشه تا حجم کلی بدن زیاد به نظر نرسه. اگه این ویدیو بهت کمک کرد، لطفا این ویدیو رو هم سیو کن، هم برای دوستات که دنبال لباس عروسی هم